بریم سراغ بررسی و معرفی صفحه کابینتی مارمونایت. اول اینکه مارمونایت یه محصول کاملا ایرانیه و نمونه خارجی نداره، پس مراقب افراد سودجو باش. دوم اینکه تو معرفی این محصول گفته شده که ترکیبی از کورین و کوارتز، صفحات 12 میلیمتری که از 11 میلیمتر کورین و 1 میلیمتر کوارتز تشکیل شده. اما در حقیقت تمام ضخامت این محصول مربوط به کورینه و از کوارتز فقط به صورت یک لایه ضعیف پودری و پاششی روی صفحه استفاده شده. به خاطر همین هم هستش که در برابر خط و خش و لکه پذیری مقاومت لازم رو نداره که تو پست قبلی به صورت عملی روش آزمایش کردیم. اگه دوست داشتی نتیجه آزمایشاتمون رو ببینی به پست قبلیم یه سری بزن. صفحه کابینتی مارمونایت تو ضخامت 2 میل هم موجوده که میتونید به عنوان بین کابینتی ازش استفاده بکنید. اینجوری میتونید صفحه کابینتی و بین کابینتی یک دستی داشته باشید. این پست هم بفرست واسه اونی که میگه مارمونایت بهترین صفحه کابینتی، خط و خش نمیافته، لکه هم نمیگیره. انقدر گفتید صفحه کابینتی گرانیت که میخوایم بریم سراغ بررسی این متریال جذاب. سنگ گرانیت کاربردهای متعددی داره که یکی از اونها استفاده به عنوان صفحه کابینتیه و چون از دل طبیعت به دست میاد جزء متریال‌های طبیعی و تجدیدپذیره. مقاومت بالا در برابر فشار، در برابر حرارت، در برابر مواد شیمیایی، ضد آب بودن و سازگاری با محیط زیست از مزایای این صفحه کابینتیه. در عوض لکه‌پذیری بالا، مشخص بودن درزا بعد از اجرا، بالا بودن وزن صفحات و عدم ترمیم پذیری از معایب این سنگه و چون از دل طبیعت به دست میاد تو طرح و رنگ محدودیت داره. قیمت سنگ گرانیت بسته به ضخامت صفحه، طرح و رنگش و اینکه از کدوم معدن استخراج شده باشه حدوداً از 3 میلیون تا 15 میلیون تومانه و معدن نطنز از بهترین معادن سنگ گرانیته. تو پیجم پر از این اطلاعات تخصصیه. اگه خوشت اومد با من همراه شو.